سینمایی که مردم یه زمان فقط به خاطر استفاده از کولرش و خنک موندن میرفتن، الان جهانی و ژانرهای زیاد و جذابی داره که ما اینجا تمامش رو به بهترین شکل ممکن بهتون معرفی میکنیم. حتی ژانرهایی که نمیدونستی وجود دارن. بریم سراغش. درام، نمایش جدی واقعیت‌های زندگی، احساسات عمیق و روابط انسانی. اینجا قهرمان با تفنگ نمی‌جنگه، با احساساتش می‌جنگه و این میشه درام. ریشه اسمش از واژه یونانی درن به معنی انجام دادن یا عمل کردن میاد. در واقع درام یعنی خود نمایش. بیشترین تعداد جایزه اسکار توی تاریخ سینما همیشه به ژانر درام رسیده، نه اکشن یا کمدی. اولین فیلم ساخته شده توی این ژانر هم میشه تولد یک ملت محصول 1915 که اگرچه محتوای نجات پرستانه‌ای داشت اما ساختار درام مدرن رو ساخت. بهترین های این ژانر هم میشن سریال بریکینگ بد و فیلم رستگاری شاوشنگ. اکشن، فیلم یا سریالی که موتور محرکش حرکت و برخورد فیزیکی باشه، دیالوگش کم، مشت و لگد و تعقیب و گریز زیاد باشه، میشه اکشن. ریشه اسمش از کلمه لاتین اکتیو به معنی انجام دادن میاد. یعنی مهم نیست چی میگی، مهم اینه چی کار میکنی. اون اوایل چون تلویزیون‌ها قابلیت پخش صدا نداشتن و صامت بودن، اکشن بهترین ژانر بود چون نیاز به دیالوگ نداشت و همه دنیا میفهمیدنش. یکی از دلایل جهانی شدن سینما اصلا همین بود. اولین فیلم اکشن تاریخ فیلم سرقت بزرگ از قطاره که البته هم اولین اکشنه و هم اولین وسترن. اولیه این ژانر رو گفتیم ولی بهتریناش میشه سریال جوخه برادران و فیلم شوالیه تاریکی. ژانر میشه مادر، ساب ژانر میشه تقریبا فرزند اون مادر. پس باید بگم ما یه ساب ژانر داریم به اسم ارتش تک نفره. البته این همون ژانر اکشنه ولی اکشنی که معمولا توی ایران بهش علاقه داریم. اسمش میشه وان پرسون آرمی اکشن. مثالش میشه بروسلی، چون زمانی که فیلمای بروسلی رو روی سینما میخواستن تبلیغ کنن مینوشتن ارتش تک نفره و از اونجا این ساب ژانر شروع میشه. ولی مشخصش مثل اسمش دیگه، یعنی یه نفر حریف نصف کره زمین میشه. البته خدایی هم بعضش مثل اینا خیلی خوبن. این فیلم‌ها فقط مثالن و خیلی فیلم و سریال‌های دیگه هم هستن اما چون تا حالا ندیده بودم کسی بهش اشاره کنه بهش پرداختم. ماجراجویی، این ژانر اینطوریه که قهرمان داستان از منطقه امن خودش خارج میشه و به یه سفر خطرناک میره. برخلاف اکشن که تمرکز روی زد و خورده، اینجا تمرکز روی سفر و کشف کردنه. ریشه اسمش از کلمه لاتین ادونتورا به معنی آنچه که قرار است رخ دهد یا رویداد غیر منتظره است. این ژانر توی رکودهای بزرگ مالی جهانی وقتی که مردم عادی پول سفر نداشتن محبوب شد. مردم میرفتن سینما تا با فیلم‌ها به آفریقا و قطب شمال سفر کنن. اولین فیلم با این ژانر فیلم سینمایی خوناشام ها محصول 1915 و فیلم های اولیه سفر به ماه. جالبه که بدونین ساختار روایی اکثر فیلم های ماجراجویی بر اساس الگوی سفر قهرمان نوشته جوزف کمبل که شامل 12 مرحله کلیدی از جمله فراخوان به ماجراجویی، عبور از اولین آستان و بازگشت با پاداشه. معروف ترین الگو برداری از این 12 مرحله میشه بهترین این ژانر، یعنی سگانه ارباب حلقه ها. بهترین این ژانر میشن سریال گیم آف ترونز و آواتار. کمدی، اگه همه چیز شیرین جلو بره و هدف اصلیش خندوندن شما باشه میشه کمدی، اما اگه پشت خنده هاشون یه پیام خاص باشه یا غمی باشه میشه کمدی سیاه. البته من خیلی ساده دارم میگم و پیچیده تر از این داستاناست، اما خب به هر حال منظورم میفهمید. ریشه اسمش رو از کلمه یونانی کمدیا گرفتم. کمدی قدیمی ترین ژانر تاریخه، حتی قبل از درام. توی یونان باستان اگه نمایشی پایان خوش داشت بهش میگفتن کمدی، حتی اگه خنده‌دار هم نبود. اولین فیلم ساخته شده توی این ژانر فیلم کوتاهه، باغبانی که خیس میشود، محصول 1895 ساخته برادران لومیر. طبق تحقیقات دانشمندان راجع به ژانر کمدی متوجه شدن باعث بهتر کار کردن سیستم ایمنی و کاهش هورمون کورتیزول یا استرس میشه که این خیلی خوبه. بهتریناش میشن سریال بی بی کی واینز و کلاس آشوب. اما این ژانر مادر یه ساب ژانر فرزند داره که خیلی مهمه به اسم سیتکام. سیتکام میشه سیتویشن کمدی، یعنی کمدی موقعیت. سیتکام یه ژانر یا فرمت کمدیه که همیشه سریال شخصیت‌های ثابت داره توی یک موقعیت مشخص و تکرار شونده اتفاق میفته، مثل کافه، دفتر، خونه، محل کار. هر قسمت معمولا یک داستان مستقل داره، ریتم سریع، دیالوگ محور و شوخی‌های موقعیتی. اغلب با صدای خنده ضبط شده پخش میشه و اپیزودها 20 تا 30 دقیقه‌ای هستن. سایفای یا علمی تخیلی، استفاده از علم و تکنولوژی برای توضیح اتفاقات عجیب. فرقش با فانتزی اینه که فانتزی میگه جادو شد، علمی تخیلی میگه ویروس جهش یافته یا تکنولوژی فضایی باعثش شد. ریشه اسمش مخفف ساینس فیکشنه. این اصطلاح رو هوگو گرنسبرگ در دهه 1920 سر زبونا انداخت. خیلی از اختراعات امروزی مثل موبایل و تماس تصویری و لپتاپ و اینا اول توی فیلم‌های علمی تخیلی دیده شدن و بعد دانشمندا ساختنشون. اولین فیلم ساخته شده توی این ژانر هم میشه سفر به ماه اثر ژورژ میلیس محصول 1900
1902. یه فکت هم بگم، میشه فیلم متروپولیس محصول 1927 نه تنها یکی از اولین فیلم‌های علمی تخیلی بلنده، بلکه اولین ربات سینمایی یعنی شخصیت ماریا رو معرفی کرد که الهام بخش طراحی ربات C-3PO در جنگ ستارگان شد. بهترین های این ژانر هم میشن سریال کیمیاگر تمام فلزی و فیلم اینسپشن. ترسناک تنها ژانری که هدفش ایجاد واکنش فیزیکی تو بدن شماست، مثل افزایش ضربان قلب، عرق کردن و جیغ زدن. جالبه بدونین یکی از مهمترین تبلیغات برای فیلم‌های این ژانر اینه که افزایش ضربان قلب تماشاچی‌ها رو توی سینما میسنجن و فیلمی که بیشترین افزایش ضربان قلب رو داشته باشه هم روی امتیازها و هم روی تبلیغات تاثیر داره. ریشه اسمش از کلمه لاتین هورر به معنی مو به تنسیق شدن یا لرزیدن میاد. اولین فیلم‌های ترسناک صامت بودن و مردم چون به سینما عادت نداشتن با دیدن تصاویر اسکلت واقعا از سینما فرار میکردن. اولین فیلم ساخته شده این ژانر هم میشه فیلم خانه شیطان که فقط 3 دقیقه است. بهتریناش میشه سریال منطقه گرگومیش و فیلم سکوت بره‌ها. فانتزی دنیاهایی که قوانین فیزیک توش کار نمیکنه، جادو، اژدها و موجودات افسانه‌ای وجود دارن و کسی تعجب نمیکنه. ریشه اسمو از کلمه یونانی فانتازیا به معنی قدرت تخیل یا ظاهر شدن گرفتن. تا قبل از ارباب حلقه ها هالیوود فکر میکرد فانتزی فقط مال بچه‌هاست و پولساز نیست. اولین فیلم ساخته شده توی این ژانر هم میشه دزد بغداد محصول 1924 که یکی از کاملترین فانتزی های اولیه است. فکت در سگانه ارباب حلقه ها صدای اورکا از ترکیب صداهای آزاردهنده‌ای مثل صدای فوک دریایی، خوک و حتی صدای خراشیدن ناخن روی تخت سیاه ضبط شده. بهترین های این ژانر میشن سریال آواتار و هر 3 فیلم ارباب حلقه ها. عاشقانه وقتی رابطه عاطفی موتور محرک داستان باشه و اگر عشق رو از فیلم حذف کنی و فیلم تموم بشه یعنی ژانر عاشقانه است. ریشه اسمو از کلمه رمان که عاشقانه های قرون وسطا به زبان های رومی تبار بوده گرفتن. اولین فیلم ساخته شده توی این ژانر هم فیلم کوتاه دکیس بوسه محصول 1896 که کلا 18 ثانیه بود و مردم برای دیدنش صف میکشیدن. تو اوایل سینما بوسیدن ممنوع نبود اما زمانش محدود بود. مثلا قانون داشتن که بوسه نباید بیشتر از 3 ثانیه طول بکشه. این قانون 3 ثانیه بوسه که به اون اشاره کردیم بخشی از کد هیزه. کد هیز چیه؟ کد هیز مجموعه ای از قوانین سانسور در هالیووده که از 1934 تا 1968 اجرا میشد و نمایش صریح عشق رو محدود میکرد و یک سری قوانین دیگه که در ادامه میشنویم. بهترین های این ژانر میشن سریال کره‌ای وقتی زندگی بهت نارنگی تعارف میکنه و فیلم فارست گامپ. ژانر تریلر این ژانر با تعلیق کار میکنه. فرقش با ترسناک اینه که توی ترسناک شما از چیزی که میبینید میترسید، مثل هیوله ها، تسخیر شده ها، اما توی تریلر از چیزی که نمیبینید و قرار اتفاق بیفته میترسید. ریشه اسمو از فعل تریل به معنی لرزه گرفتن. آلفرد هیچکاک که خدای این ژانر رو فیلمای زیادی توی این ژانر داره، یه جمله معروفی راجع به تریلر داره. میگه اگه بمب منفجر بشه اکشنه، ولی اگه تماشاچی بدونه زیر میز بمب منفجر نمیشه این دلهره است که میشه تریلر. ژانر تریلر دلهره آور، هیجانی. اولین فیلم ساخته شده توی این ژانر میشه ایمنی آخر محصول 1923 که البته کمدی تریلر بود اما فیلم مهمانخانه اولین تریلر خالص هیچکاک محصول 1927. بهترین های این ژانر میشن سریال بریکینگ بد و فیلم شوالیه تاریکی. معمایی داستان حول محور یک سوال میچرخه. کار کی بود یا چه اتفاقی افتاد؟ فیلم وقتی تموم میشه که معما حل بشه. ریشه اسمو از کلمه یونانی میستریون به معنی راز پنهان گرفتن. فکت نویسندگان معمایی قانونی دارن که میگه قاتل نباید کسی باشه که تا حالا توی داستان ندیدیمش. مخاطب باید شانس حدس زدن داشته باشه. اولین فیلم ساخته شده توی این ژانر شرلوک هولمز سردرگم محصول 1900. بهترین های این ژانر تا به الان سریال شرلوک هولمز انگلیسی و فیلم 7. ژانر جنایی توی ژانر جنایی تمرکز روی خود جرم و جنایتکار هاست. برخلاف معمایی که روی کاراگاه تمرکز داره، اینجا ما با دزدها و مافیا همراه میشیم. ریشه اسمش رو از واژه لاتین کرایم به معنی حکم یا اتهام گرفتن. اولین فیلم ساخته شده توی این ژانر تفنگداران کوچه خوک‌ها محصول 1912 که اولین فیلم گانگستری تاریخ هم است. اون مجموعه قوانین کد هیز که بهتون گفته بودم، اون قانون حکم میکرد که جنایت نباید نتیجه بخش باشه. به همین دلیل فیلم‌های گانگستری اون دوران جنایتکاران در پایان فیلم یا کشته میشدن یا دستگیر میشدن. بهترین های ژانر میشن سریال شنود و فیلم پدرخوانده. وسترن داستان‌هایی در غرب وحشی آمریکا اواخر قرن 19 تقابل تمدن و توحش از کلانتر و هفت‌تیرکشا. وسترن اولین ژانر بومی آمریکاست. یه فکتی هم بهتون بگم، هزینه دنگ و فنگ ساخت فیلم‌های وسترن توی آمریکا خیلی زیاد بود و همچنین یه سری قانون وجود داشت که قهرمان باید این خصوصیاتو داشته باشه و فلان باشه و بیسار باشه. ولی توی ایتالیا و اسپانیا این قوانین رو نداشتن. هزینه ساخت پایین بود و لوکیشن هایی که نیاز داشتن رو میتونستن توی این دو تا کشور پیدا بکنن و این شد که فیلم‌های وسترنی که توی ایتالیا و اسپانیا می‌ساختن و بهشون
میگفتن اسپاگتی وسترن. چرا؟ چون ایتالیایی اسپاگتی خیلی دوست داشتن. توی فیلم‌های وسترن کلاسیک یک قانون نانوشته در طراحی لباس وجود داشت که قهرمانان گود گایز معمولا کلاه سفید می‌پوشیدن و تبهکاران بد گایز کلاه سیاه تا تماشاگران به راحتی خوب و بد رو تشخیص بدن. بهترین‌های این ژانر میشن سریال 1888 و فیلم خوب بد زشت که وسترن اسپاگتیه. ساب ژانر ابرقهرمانی، فردی با قدرت‌های غیر عادی که لباس مخصوص می‌پوشه و با یک شرور مبارزه می‌کنه. ترکیبی از اکشن، فانتزی و علمی تخیلیه. تا سال 2000 این ژانر خیلی جدی گرفته نمی‌شد، اما الان از پولسازترین ژانرهای دنیاست. اولین فیلم ساخته شده توی این ژانر محصول 1941 ماجراهای کاپیتان آمریکا که اولین حضور جدی و با کیفیت یک ابرقهرمان بود. اما فیلم سوپرمن محصول 1978 اولین فیلم ابرقهرمانی پرهزینه‌ای بود که با شعار باور می‌کنید که یک انسان می‌تواند پرواز کند اکران شد و بعد از فروش زیادش ثابت کرد این ژانر میتونه جدی و حماسی باشه، نه کمدی و کودکانه. بهترینای این ژانر میشن سریال انیمیشنی بتمن و فیلم شب فرا میرسد بتمن. ژانر جنگی میدون نبرد میگذره، میتونه اکشن باشه مثل نجات سرباز رایان یا ضد جنگ و درام مثل فیلم در جبهه غرب خبری نیست. اولین فیلم ساخته شده توی این ژانر نبرد سوم محصول 1916 که البته مستندگونه بود و فیلم رژه بزرگ محصول 1925 سینمایی ترین اثر اولیه این ژانر. ترینای ساخته شده این ژانر سریال جوخه برادران و فیلم نجات سرباز رایان. بیوگرافی یا زندگی نامه. بازیگر نقش یک آدم معروف واقعی رو بازی میکنه. بازیگرا عاشق این ژانرن چون گریم سنگین دارن و معمولا اسکار میبرن. اکثر ژانرهای بیوگرافی هم بیوگرافی درامن. اولین فیلم ساخته شده توی این ژانر داستان گروه کلی محصول 1906. ژانر بیوگرافی اغلب متهم به دروغ‌های مصلحتی میشه چون فیلمسازا برای جذابیت دراماتیک معمولا چندین شخصیت واقعی رو توی یک شخصیت خلاصه میکنن یا جدول زمانی وقایع رو تغییر میدن. بهترین‌های این ژانر سریال هندی اسکم 1992 شیندلر لیست. ژانر ورزشی، ورزشکار یا تیمی که معمولا ضعیفه تلاش میکنه تا در مسابقه نهایی پیروز بشه. فیلم‌های ورزشی معمولا فرمول یکسانی دارن: تمرین، شکست، بازگشت، اما همیشه اشکمون رو در میارن. فیلم کمدی ناک اوت محصول 1914 با بازی چارلی چاپلین اولین فیلم ساخته شده توی این ژانر. فیلم راکی محصول 1976 با بودجه کمتر از 1 میلیون دلار ساخته شد اما بیش از 225 میلیون دلار فروخت و برنده اسکار بهترین فیلم شد. این فیلم فرمول آندرداگ یا ضعیف پیروز رو توی ژانر ورزشی تثبیت کرد. بهترین‌های این ژانر سریال رقص آخر و فیلم سنا. ژانر جاسوسی، زیر مجموعه اکشن و تریلره، ابزارهای عجیب، هویت‌های جعلی و نجات دنیا توی لحظات آخر. اولین فیلم ساخته شده توی این ژانر فیلم اسپیون محصول 1928 ساخته فریتز لانگ پدر فیلم‌های جیمز باند امروزیه. فکت: شخصیت جیمز باند توسط یان فلمینگ بر اساس تجربیات واقعی خودش به عنوان افسر اطلاعاتی نیروی دریایی بریتانیا در جنگ جهانی دوم خلق شد. بهترین‌های این ژانر سریال دفتر افسانه‌ای یا اداره و فیلم زندگی دیگران. خانوادگی، فیلمی که بچه 5 ساله با مادر بزرگ 70 ساله بتونن کنار هم ببینن و هیچ کدوم معذب نشن و بالشون نیارن جلوی چشاشون میشه ژانر خانوادگی. ببین ژانر خانوادگی 3 لایه هوشمند داره. اونا میگن والدین اگر از فیلم خوششون نیاد دفعه بعد بچه‌ها نمیبرن سینما تا فیلم ببینه. پس باید هم برای بچه‌ها جذاب باشه، هم برای بزرگترها حوصله سربر نباشه و برای نوجوان‌ها هم خفن باشه. اینطوری میشه که صفحه‌های رنگارنگ رو برای بچه‌ها، اتفاقات تینیجری رو برای نوجوانا و کنایه‌ها و دیالوگ‌هایی که فقط والدین متوجه میشن رو به زیرکی توی فیلم و انیمیشن‌های خانوادگی لایه لایه میکنن و اینطوری همه خوششون میاد. مخصوصا والدین اون رو برای بچه‌هاشون تهیه میکنن و ناراحت پولشون نیستن چون خودشون هم حوصله‌شون سر نمیره و میبیننش. اینطوری یکی از پرفروش‌ترین ژانرها هیچ وقت نمیمیره چون ما هیچ وقت از شرک، زوتوپیا، اینساید اوت و کارتون‌های پیکسل خسته نمیشیم و مرورشون حتی برامون لذت بخشه. این سلایه سازی رو فقط ژانر خانوادگی داره. اولین فیلم‌های ساخته شده توی این ژانر میشه فیلم‌های اولیه چارلی چاپلین توی دهه 1910 که همه خانواده‌ها میدیدن و بهترین‌های این ژانر هم میشن سریال هندی قلک و فیلم زندگی شگفت انگیز. ژانر اسلشر ساب ژانر ترسناکه. اسلشر اینطوریه که یه قاتل معمولا با ماسک با سلاح سرد معمولا چاقو یا اره برقی میفته دنبال چند تا جوون و یکی یکی اونا رو میکشه و معمولا خون غالب بر صحنه است. یه قانونی توی اسلشر هست به نام فاینال گرل، یعنی همیشه یک دختر در پایان زنده میمونه و قاتل رو شکست میده. اولین فیلم ساخته شده توی این ژانر فیلم سایکو محصول 1960 اما اولین فیلمی که تمام قوانین این ساب ژانر رو رعایت کرد فیلم کریسمس سیاه محصول 1974 بود. یه فکت جذاب این فیلم هالووین محصول 1978 که ژانر اسلشر رو به محبوبیت رسوند با بودجه بسیار کم حدود 300,000 دلار ساخته شد. اومدن ماسک کاپیتان کرک از سریال استار ترک رو سفید رنگ کردن و دادن به مایکل مایرز که شد ماسک نمادین فیلم هالووین. بهترین های این ساب ژانر سریال کره شکارچیان شیطان که البته من تا جایی که میدونم این سریال اسلشر نیست اما خب بالاترین امتیاز رو توی این ساب ژانر داره و فیلم هالووین 1978. ژانر زامبی
مرده هایی که زنده میشن و زنده ها رو میخورن. ریشه اسمشو از کلمه آفریقایی نزامبی به معنی روح مرده گرفتن. فکت جذاب این که زامبی های اولیه اصلا گوشتخوار نبودن، فقط برده های بی اراده بودن. جورج رومر تو فیلم در شب مردگان زنده در سال 1968 اونا رو زامبی های مدرن آدمخوار کرد. بهترین این ژانر میشن سریال لاست آف آس و فیلم شان مردگان. ژانر پس آخر زمانی چیه؟ هیچی، دنیا نابود شده با زامبیا، جنگ اتمی، ویروس، قارچ‌ها و غیره. بازماندگان برای یه لقمه نون و آب می‌جنگن. اولین فیلم ساخته شده توی این ژانر فیلم دانمارکی پایان دنیا در سال 1916. یه فکت جذاب، سری فیلم‌های مد مکس دیوانه نه تنها ژانر پس آخر زمانی رو تعریف کرد، بلکه یک زیر ژانر کامل به نام دیزل پانک، یعنی استفاده از ماشین‌آلات سنگین و فرسوده توی دنیای نابود شده رو به وجود آورد. بهترین این ژانر میشن سریال لاست آف آس و فیلم مد مکس. ژانر موزیکال، شخصیت ها وقتی احساساتشون خیلی شدید میشه جای حرف زدن آواز میخونن و میرقصن. اولین فیلم ساخته شده توی این ژانر فیلم خواننده جاز محصول 1927 که اولین فیلم ناطق تاریخ سینما هم هست. فیلم آواز درباران محصول 1952 که در ژانرهای کمدی موزیکال عاشقانه است به عنوان شادترین و بهترین فیلم موزیکال کلاسیک شناخته میشه. کلاسیک اما مدرنش میشه فیلم لالالند که بسیار موفق هم بوده. بهترین های این ژانر میشن سریال رامایانا و انیمیشن شیرشاه. انیمیشن یعنی ایجاد توهم حرکت با نمایش سریع تصاویر پشت سر هم، نه فیلم برداری از واقعیت. انیمیشن یک ژانر نیست. ببین خیلی مهمه. انیمیشن میتونه ترسناک باشه، میتونه درام باشه، میتونه جنایی، ورزشی، عاشقانه، اسلشر باشه. انیمیشن فقط یک روش ساخته، نه نوع داستان. ژانر رو داستان تعیین میکنه، نه تکنیک ساخت. پس انیمیشن یک تکنیک ساخته. اولین انیمیشن ساخته شده اسمش فانتاسماگوری محصول 1908 که با گچ روی تخته سیاه کشیده شده بود. یه فکت جذاب بهتون بگم، انیمیشن سفید برفی محصول 1937 اولین انیمیشن بلند تاریخ سینما بود. اون موقع منتقدان اون رو حماقت دیزنی اعلام کردن و معتقد بودن چشم تماشاگرها نمیتونه 90 دقیقه رنگ‌های روشن رو تحمل کنه. اما اون انیمیشن یک موفقیت عظیم بود. بهترینای این ژانر میشن سریال آواتار و انیمیشن شهر اشباح. ژانر فیلم سیاه، این هم مثل انیمیشن بیشتر یک تکنیک ساخته تا ژانر، اما به عنوان ژانر جا افتاده. نورپردازی‌های سایه روشن، کاراگاه‌های بدبین، خیابون‌های بارانی و زن‌های فریبنده. ریشه اسمش برمیگرده به بعد از جنگ جهانی دوم که فیلم‌های آمریکایی که زمان جنگ ساخته شده بود رو یک دفعه به اروپا فرستادن و توی سینماها اکران شد. ولی به خاطر ماهیت جنگ انقدر فیلم‌های آمریکایی تغییر کرده بود و از سرزنده بودن و خوشبین بودنش دور شده بود که منتقدای فرانسوی وقتی فیلم‌های جنایی آمریکایی رو دیدن گفتن چقدر اینا سیاهن و این اسم روی این سبک یا ژانر موند. اولین فیلم این ژانر شاهین مالت محصول 1941. بهتریناش هم میشن سریال مرد سوم و فیلم بلوار سانست. روانشناختی، توی این ژانر جنگ اصلی توی ذهن شخصیته، توهم، جنون و بازی‌های ذهنی. اولین فیلم ساخته شده توی این ژانر مطب دکتر کالیگاری محصول 1920 که من پوسترش هم می‌بینم حالم بد میشه. یکی از ابزارهای کلیدی این سبک اینه که راوی غیر قابل اعتماده. تماشاگر داستانو از دید شخصیتی می‌بینه که ممکنه دیوونه، دروغگو یا دچار توهم باشه، مثل فیلم فایت کلاب، و در پایان تماشاگر فریب می‌خوره. بهترین این ژانر میشن سریال منطقه گرگومیش و فیلم تحسین شده سکوت بره‌ها. و فکت جالب اینه که بدونین آنتونی هاپکینز توی سکوت بره‌ها کلا 16 دقیقه بازی داشته، اما به خاطر این 16 دقیقه اسکار برده. فاجعه، توی این ژانر ستاره اصلی فیلم زلزله، آتشفشان، شهاب سنگ، عنکبوتای غول‌پیکر، سونامی یا چیزای دیگه است و انسان‌ها فقط سعی دارن ازش فرار کنن. دهه 1970 عصر طلایی فیلم‌های فاجعه بود. تهیه کننده به نام آیروین آلن با فیلم‌هایی مثل جهنم زیر و رو و آسمان خراش جهنمی این ژانر رو به اوج رسوند. بهتریناش میشن سریال چرنوبیل و فیلم جان سخت 1. ژانر مستند ساختگی، فیلم یا سریالی که الکی ادای مستند در میاره ولی کاملا نویسندگی شده است، مثل سریال آفیس. اولین فیلم ساخته شده توی این ژانر میشه فیلم یک شب و روز سخت محصول 1964 بیتل ها که ریشه های این سبک رو داره، اما این اولین نمونهش بود. ولی فیلم This is Spinal Tap محصول 1984 که درباره یک گروه راک خیالیه انقدر واقعی ساخته شده بود که بسیاری از تماشاگران در زمان اکران فکر می‌کردن اسپینال تپ یک گروه واقعیه. این فیلم استانداردهای این سبک رو تعریف کرد. بهترین این ژانر هم میشن سریال آفیس که هم توی این ژانر و هم سیتکامه و فیلم This is Spinal Tap محصول 1984. ژانرهای خیلی زیاد دیگه هم داریم اما واقعا وقت نمیشه توی این ویدیو توضیحشون بدم. اما توی این کارهای خارجی توی ویدیو یوتیوبش گفت منم بهتون یه دونه پیشنهاد شخصی بدم تا با هم احساس نزدیکی کنین و سابسکرایب کنین و فقط یه دونه میتونم معرفی کنم. چراغ اول روشن میکنم و بهتون سریال فرینج رو معرفی میکنم که به نظرم اگه یه سریال توی دنیا ارزش دیدن داشته باشه از نظر شخصی خودم فرینجه که یا میتونین عاشقش بشین و باهاش کلی خاطره بسازین یا
ازش خوشتون نمیاد. اما در هر حال سابسکرایب کنین. حالا که چراغ روشنه شما هم یه دونه معرفی کنین بقیه بدون.